الرحیم. در این جلسه سر پروگرس بار کار میکنیم. مثلا یگان دیتابیس شما دیده باشین پیش از اینکه باز شوه برتان یک لودینگ اپشن میایه. خیلی به خاطر این کار ما یک پروژه میگیرم جی فریم فارم، در این نوشته میکنم مثلا لودینگ. در اینجا ما یک دانه جی پنل میگیرم، از فریم از لیاوتش ابسولوت میگیرم تا که دیزاین صحیح بتانیم. سر پنل رایت کلیک میکنم، یک دانه یک قسم کار میکنم. در اینجا ما یک ایرم سیت لیاوتش ابسولوت میگیریم. ما در اینجا یک دانه گریدینت پنل دارم، ایرم میگیرم. خب در اینجا رنگش تغییر میتم. فرض مثال یک رنگ سرخ بگیرم یک قسم، یا اینمی رنگ صحیح است. خب وقتی که این پروژه را رن کنم، پروژه به این شکل برای ما شما چی میشه؟ باز میشه. خب من کنترل بٹن کار ندارم، سری فریم رایت کلیک میکنم، یک اپشن است به نام اندیکوریتد که شما خوانده بدین که چی کار میکنه. خب در اینجا ما پنل کمی کلان میکنم، سایزش به این شکل شد. خب وقتی که پروژه را رن کنم ببینید پروژه ما شما به این شکل میایه. خب ما میخوایم پروژه ما در بین در وسط بیایه. خیلی قسم کار میکنم که سر فریم رایت کلیک میکنم و باندش تغییر میتم. باند مثلا اکسش باشه 3.5 وایش باشه مثلا 20. خب پنلم در اینجا باشه و این در قسمت باشه. ببینید که رن کنم پروژه ما شما در اینجا رن میشه. خب سریم گرادینت پنل رایت کلیک میکنم، یک باردرش هم تعیین میکنم. مثلا باردر لاین باردر داشته باشه و باردرش هم مثلا یک نمی قسم یک باردر داشته باشه یا بیخی سرخ باشه. مثلا این باندازه 2 باشه. وقتی که رن کنم میبینید که پروژه ما شما به این شکل میایه. هم رنگ سرخ صحیح معلوم نمیشه، خیبرشان یک رنگی سفید میگیره. سری پنل رایت کلیک، در اینجا رنگی سفید. خب وقتی که شما ببینید در اینجا پروژه ما شما به شکل صحیح پیش میره. خب یک دانه لیبل هم میگیرم در اینجا، از ایرم لیاوتش ابسولوت. در این لیبل من نوشته میکنم مثلا نظری لرنینگ سنتر. فونتش تغییر میتم، فونتش باشه مثلا 36. در فونت مثلا این خط خوش ندارم، اینمی خط باشه یا این نباشه، مثلا اینمی قسم. رنگش هم تغییر میتم، مثلا رنگش هم باشه به این شکل سفید. خطش هم ما میخوایم در بین بیارم، به خاطر بین آوردن هاریزونتال الاینمنتش هم سنتر تبدیل میکنیم. این درس ها رو شما خواندین، یک تکرار میشه براتان. خب یک دانه لیبل دیگه میگیرم که دیجا یک عکس آورده بتانم. خیلی ادیت تکستش خالی میمانم و سرش رایت کلیک میکنم، پراپرتی و آیکن.
کسی که در سر مثلا ایکن چه قسم میاریم، خط و رنگ و اینمی چیزها را شما خواندین، یک مرور کنین ویدیوهای قبلی تان. مثلا دیجا یک عکس است، مثلا نمی عکس باشه. خب عکس ما شما دیجا جایگزین میکنیم ده نمی قسمت باشه. یا یک کمی خرد است، یک عکس دیگر هم میارم برایشان در بخش ایکن، مثلا نمی عکس باشه. خب خود اینجا من میخوایم یک پروگرس بار بیارم. پروگرس بار اینجا کش میکنم در این قسمت. پروگرس بار ویلیو داره، یک ماکسیمم ویلیو و مینیمم ویلیو. ماکسیمم ویلیو سرش رایت کلیک من پراپرتیش از رنگش هم تغییر داده میتونین. سیز مثلا ماکسیمم ویلیو ما میخوایم تا 100 پیش بروه، یعنی این عدد مثلا ویلیو داره. مثلا اگر من 20 بگیرم، ببین دیگه اقسم پروگرس بار این میره پروگرس بار میگه مثلا از کامپیوتر به میموری یک چیز روان میکنین، ببینین یک لودینگ داره، پروگرس سینگ حالت است. اقسم در جاوا هم یک چیز داریم به نام جی پروگرس بار. مثلا اگر من 50 بگیرم دیگه 50 اقسم شکل میه. اگر مثلا 10 بگیرم 10. ما میخوایم وقتی که پروژه را رن میکنیم یک تایم تعیین کنم، باید تا 100 اگر رسید باز ای ادامه پیدا کنه. ببینید پروژه را که من رن میکنم ای به این شکل است. مثلا هر چقدر ویلیو رو ماستر کرده باشیم اونمو ویلیو را میگیره. من میخوام یک تایم مشخص کنم و یک ویلیو دیگه چی شوه اضافه شوه. مثلا یک ثانیه بعد چی شوه 11 شوه، باز یک ثانیه بعد 12 13 14، یعنی هر ثانیه بعد ویلیوش تغییر بخوره. خیلی به خاطر این کار ما ویلیوش اول برتان امو مثلا 2 میگیرم و کد برشان نوشته میکنیم. به خاطر کد نوشته کردن کد شما یک تایمر میگیرین. در دیجا یک تایمر میگیرم، خیلی برشان میگم تایمر، یک تایمر من میگیرم. تایمر چه قسم میگیرین ایجا خوب متوجه باشین. یک تایمر نوشته میکنین، با تایمر یک نام میدین. حالا ایرر به خاطر داره که ما شما تایمر خب تایمر در داخل در بین پکیج و کلاس نمیگیرن، در داخل کلاس. حالا به این خاطر این ایرر داره که تایمر ما شما ایمپورت نکردیم. مثلا جیابشن پن ما شما میوردیم، جیابشن پن ایمپورت میکردیم، اسکنر استفاده میکنیم، اسکنر ایمپورت میکنیم. با می خاطر تایمر دیجا ایمپورت میکنین. ببینید دیجا برای ما شما تایمر چی شد؟ ایمپورت شد. خب این تایمر که شما میگیرین، مثلا همین تایمر کلاسش هم معرفی میکنین. تایمر همین تایم، مثلا هر چیز که دیجا نام داده باشین تایم مساوی به نیو تایمر. دیجا تایمر 2 ویلیو دار میخواه. یکش شما وقت تعیین میکنین، اگر 1 ثانیه تعیین میکنین 1000، اگر مثلا نیم ثانیه تعیین میکنین 500. دیگه شما 2 ویلیو یعنی دو پارامتر این میخواه. یک شما تایم تعیین میکنی، دیگه یک اکشن برشان تعیین میکنی که اینمی تایمر چی عمل برتان اجرا کنه. دیگه شما نام اکشن نوشته میکنی. خیلی مثلا من نام اکشن نوشته میکنی ECT، یا مثلا ACT هم یا ACT سیز. حالی به این خاطر ایرر داره که ما شما کدام اکشن نداریم به نام ACT. خیلی به این خاطر ما یک دانه اکشن لیسنر میگیرم. وقتی که تایمر کار میکنین یک اکشن لیسنر بگیرین که این تایمر کدام اکشن براتون اجرا کنه. خیلی اکشن لیسنر که میگیرین دیگه اکشن لیسنر هم چی کنین؟ ایمپورت کنین. خیلی اکشن لیسنر یک نام بدین ECT. ببینید خوب متوجه باشین. ما برشان یک عمل گرفتم. وقتی که شما تایم میگرفتین دیگه تایمر نوشته میکنین، یک نام میتین.
وقتی که شما اکشن لیسنر میگین اکشن لیسنر نوشته میکنین و یک نام میدین. وقتی که اکشن لیسنر نامش نوشته کردین دیجا ایرر داره، به خاطر ایرر داره که دیجا تایمر هم که ما شما میگرفتیم تایمر ایمپورت میکنیم، به این خاطر اکشن لیسنر هم چی میکنیم؟ ایمپورت میکنیم. ببینید اکشن لیسنر برای ما شما چی شد؟ ایمپورت شد. خب دیجا اکشن لیسنر را چی میکنین؟ عملش نوشته میکنین که یمی ECT را که شما گرفتین چی عمل براتان اجرا کنه. خیلی نوشته کنین نیو اکشن لیسنر. خب دیجا در داخلش امو عملی که شما میخواین اجرا بدین در داخلش نوشته میکنین. خیلی دیجا ایرا امپلیمنت میکنیم. ببینین بر ما شما اینمی اکشن لیسنر چی شد؟ امپلیمنت شد. در داخلی شما کد نوشته میکنین. هر کدی که مثلا میخواین، ما میخوایم هر 100 میلی سکند بعد برای ما شما یک جی اپشن پن بده، جی اپشن پن دات شو مسیج دیالوگ. دیجا نوشته میکنم مثلا هلو. ببینید به تایمر که اینمی اکشن لیسنر ما شما نامش چی بود؟ ECT. هر ثانیه بعد، هر 100 میلی سکند بعد ای هلو را برای ما شما پرینت میکنه. خیلی تایمر ما چی میکنم؟ تایم دات استارت. تایم چی میکنم؟ استارت میکنم. ببینین وقتی که من رن کنم یک ثانیه بعد 100 باز هلو باز هلو باز هلو باز هلو ای ادامه پیدا میکنه. خب من نمیخوایم هلو بیارم، من میخوایم یک ثانیه بعد برای ما شما چی بیاره، یعنی یک ثانیه بعد برای ما شما اقسم کار بکنه که دیجا من یک وریبل میگیرم مثلا انت استاتیک، مثلا انت اکس مثلا 10 قرار میتم و دیجا برشان صفر قرار میتم. ما میخوایم هر یک ثانیه بعد ای اکس پلاس پلاس کنه و برای ما شما در جی اپشن پن نشان بده. خوب متوجه باشه، من صحیح ترشیح میکنم باز از سر پروگرس بار کار میکنم. جی اپشن پن دات شو مسیج دیالوگ. ببینید من دیجا اکس پرینت میکنم. هر 1000 میلی سکند بعد برای ما شما در اکس یک ویلیو اضافه میکنه و پرینت میکنه. ببینید 1 2 3 4 5 اما تو ادامه پیدا میکنه. این هدف تایمر بود. خب من میخوایم اقسم کار نشوه، اقسم کار میکنم که در این پروگرس بار یک ویلیو اضافه کنه. خیلی من نام پروگرس بار میگیرم، نام پروگرس بار ما شما جی پروگرس باری یک است. خیلی اقسم میکنم این وریبل اکس دیگه کارم نیسته، ایرا پاک میکنم که هدف شما گرفته باشین که تایمر اکشن لیسنر چی میکنه و تایمر چی میکنه. خیلی نام جی پروگرس بار دات گت ویلیو، این ویلیو را ما گت میکنم. اول از پروگرس بار ویلیو بگیره که پروگرس بار ویلیو چند است. پروگرس بار ویلیوش ببینه. خیلی پروگرس بار ویلیوش که گت میکنه در اکس ذخیره میکنه. برشان میگم اکس چیکو پلاس پلاس کو و پس هم جی پروگرس بار دات ست ویلیو و پروگرس بار ویلیوش پس اکس بار. ببین اگر پروگرس بار ویلیوش یک بود در اکس ذخیره میشه، اکس 2 میکنه، یک بود 2 میکنه، پس در پروگرس بار ست میکنه. پروگرس بار ویلیوش یک بود دیگه 2 شد، اما تو میگیره اضافه میکنه پس ست میکنه، میگیره پس اضافه میکنه و ست میکنه. خب ما میخوایم این عمل هر وقت اجرا نشوه. بر اجرا نشوه ما میگم اف اگر چک میکنم جی پروگرس بار یا اقسم میکنم اقسم کار میکنید اول پاک میکنم نام جی پروگرس بار
در اینجا نوشته میکنم پایین. شرط میتم برشان هی اینمی عمل هر دقیقه ایجا نشوه. ما میخوایم اگر این پروگرس بار یک به 100 رسید باید تایمر شوه استاپ شوه. خیلی برشان میگم اف اگر ام جی پروگرس بار یک دات گیت ویلیو مساوی به 100 بود اگر از پروگرس بار ویلیوش به 100 رسید تو چی کار کو؟ امو تایم استاپ کو. تایم دات استاپ. ببینید هر یک ثانیه بعد میبینه که پروگرس بار ویلیوش 100 است یا نیست. اگر 100 بود تایم استاپ میکنه، اگر نبود else اگر نبود تو چی کار کو؟ اینمی کار بکن. هر 1000 میلی سکند بعد میبینه که پروگرس بار ویلیوش خود 100 نیست. اگر 100 بود استاپ میکنه تایم، اگر نبود ویلیو رو میگیره پس چی میکنه؟ اضافه میکنه. وقتی که من این رن کنم ببینین این چی میشه؟ اضافه شده میره. خیلی من یک ثانیه نمیخوایم، یک ثانیه ایره مثلا 100 میگیرم که بیخی از یک ثانیه بیخی کم شد. ببینین به این شکل چی میشه پیدا. مثلا ایره من 50 میگیرم به این شکل شد. این شد استاپ شد. خب وقتی که استاپ شد برای ما شما چی کنه؟ اینمی فاره ما چی کنه؟ بسته کنه. به خاطر بسته کردن یک میتود دیگه یاد بگیرین، دیسپوز یک فانکشن است که این پروژه را براتون چی میکنه؟ بسته میکنه. ببینین وقتی که پروژه رن کنم چی میشه؟ بسته میشه. ببینید اینجا فیصدیش معلوم نمیشه که قیمتش چند است. ما میخوایم قیمتش را بیارم. به خاطر این کار سر پروگرس بار رایت کلیک کنیم. اینجا یک اپشن است به نام استرینگ پوینتد. به این شکل وقتی که پروژه را رن کنم ببینین این ادامه پیدا میکنه و بسته میشه. خب ما میخوایم وقتی که بسته شد با یک فارم دیگه باز شوه. اینجا یک فارم دارم به نام فریم. برشان میگم نیو فریم دات set ویزیبلش چیکو ترو کو. بسته میشه. یا یگان دیتابیس ها شما دیده باشین که مثلا پروژه رو رن میکنه یک انیمیشن خوب میایه، مثلا عکس خودش میایه، یعنی یک پروگرس بار خاص مقسم دیزاین کردگی باشه. خب به خاطر این کار ما ببینین ما اینجا یک دانه ویدیو ساختم و ویدیو رو پلی میکنم در قسم انیمیشن سیز یا عکس های تانه مقسم انیمیشن داده باشین، عکس ها را آورده باشین، در تلفن جور کرده باشین هر قسم. مثلا ما این ویدیو را ببینین در اینجا ساختم. مثلا یک انیمیشن است، یک دانه خط ما اضافه میکنم در اینجا تایتل. در بخش تایتل مثلا میگیرم در اینجا یک خط اضافه میکنم در این قسمت. مثلا نوشته میکنم که welcome to MIS. اقسم یک دیزاین ما جور میکنم. ایره شما در موبایل جور میکنین یا در هر چیز جور میکنین. مثلا فونتش تغییر میتم، یعنی فونت باشه در اینمی قسمت مثلا یک خط دیگه نوشته میکنم. مثلا نام خود من نوشته میکنم انتخاب و در پایین متخورد میاره. مثلا به اینمی شکل ما چی کردم دیزاین کردم. یا شما هر قسم عکس میارین، ما در اینمی قسمت اضافه میکنم.
تایتل نامد دینمی قسمت خب بعد از دیجا آمده دینمی قسمت را کٹ میکنم که دبای مثلا ایرم دلیت میکنم ویدیو تان طولانی تر نشود. خب او داخل ویدیو است. دینمی قسمت مثلا یک تایتل دیگه میگیرم تایتل همون چیزی که نوشته کردم در اینجا نوشته میکنم زود زود welcome to MIS بس این نمی قسم باشه سیز. مثلا ایزی را سپیدش کم کنم که تا نمی قسمت برسه دیگه. باید دیگه میاد خب اقسم کار است که ایره در پایین میارم ای لیارم در پایین باشه در اینجا ای خط در بالا میارم حالی انشالله که صحیح میشه. ایره کمی پایین در اینمی قسمت و اینمی قسمت باشه. خب ویدیو را که شما هر قسم شما دیزاین میکنین دیزاین بکنین مثلا در اینجا یک ترانزیشن اضافه میکنم ویدیو افکت یا مثلا ایره کش میکنم در اینجا میارم ببینین در این قسم بر ما شما یک دیزاین ساختیم اینجا در اینجا باشه مثلا. خب ویدیو را شما هدفی است که شما یک ویدیو بسازین هر قسم ویدیو را که شما میسازین مثلا نیش در قسمت باشه وی ایرم تا این قسمت این ویدیو را من ذخیره میکنم کنترل ام ذخیره شوه
در کجا ذخیره شود ایرم تعیین میکنم. مثلا سر دسکتاپ به نام انیمیشن و شما میبینین که دیجا برای ما حتما یک ویدیو ببینم که ساخته نشده. کنترل ام دیجا سر روی دسکتاپ با نام انیمیشن سر اکسپورت کلیک میکنم. ویدیو برای ما شما شد ساخته شد. این ویدیو رو من در موبایل روان میکنم که موبایلم شما ببینین. دیجا من یک دانه اپلیکیشن دارم به نام گیف میکر. توسط گیف میکر این ویدیو را به گیف تبدیل میکنم. اینجا ویدیو تو گیف و ویدیو دیجا نام ده. خب من دیجا یک اجازه میتونم ویدیو را به موبایل روان میکنم. دیجا فایل ترانسفر و ایره به موبایل روان میکنم. پس دمو برنامه میرم گیف میکر. میبینید که دیجا ویدیو برای ما شما آمده. ایره ما به گیف تبدیل میکنم. مثلا از این قسمت شروع ای که شما ببینین از سر برتان بگویم. ویدیو رو انتخاب میکنین در گیف میکر و اینجا مثلا ساحه رو انتخاب میکنین چقدر گیف از کدام قسمت شما گیف میخواین بسازین. من مکمل ویدیو رو میخوایم گیف بسازم. خیلی ای را به گیف تبدیل میکنم و این ویدیو رو پس به کامپیوتر روان میکنم. ای را ذخیره میکنم سیو. مثلا دیجا شما حتما گیف انتخاب کنین. مثلا اوکی و به گیف تبدیل میشه. خب دیجا اعلانات یا اپلیکیشن میایه دیگه. اینترنت وصل است. خیلی به خاطر این کار ما با موبایل در کامپیوتر ویدیو رو روان میکنم از طریق بلوتوت. ریسیو بلوتوت میایم دیجا و کامپیوتر خودم انتخاب میکنم. خب میبینید که ویدیو دیجا میایه. ویدیو را فینیش میگیم. میایم در پروژه خودم. مثلا این جی فریم ما کار ندارم دیجا امرایش ما میخوایم که مو انیمیشن که ما ساختم و انیمیشن بیارم. خیلی یک دا این لیبل سر لیبل رایت کلیک کنم. میایم در پراپرتیز و دیجا در ایکن ما یک امو گیفه که نامش هست. مثلا نامش ما ببینم دیجا انیمیشن mp4 پیکچر. ما ده نمی قسمت است میدیا. خب نامش میدیا است. دیجا در پروژه خود میایم دیجا ام فشار میتم و دیجا میدیا گیف آمد. خیلی ای را فینیش میکنیم و اوکی نامد. سر ایکن کلیک میکنیم امپورت میدیا نمی 129 که آخرش هست. ببینید انیمیشن برای ما شما دیجا آمد. خب این صفحه را کلان میکنم در قسمت و تا اینمی بخش مثلا ما میارم تا این قسمت. این را من موو داون میگم. موو داون
مثل که شما میبینین در اینجا برای ما شما او انیمیشن آمد. ببینین پروژه ما شما به شکل درست کار میکنه. خب نامش معلوم نمیشه. خیلی قسم میکنم پروگرس بار کمی خرد میکنم و پروگرس بار ده اینمی آخر میاره. اثر رن میکنم. ببینین پروژه ما شما به شکل درست کار میکنه. یعنی اینمی انیمیشن چه قسم در پروژه خود بیاریم.